دوستای عزیز نازنین، سلام. خدا کنه که جور سال حال صحتمند باشین، جامعه عافیت برتن داشته، خوش و آرام و سرفراز باشین. دوستا باز انشالله رحمان به امید خدا به همکاری شما دوستان میخوایم که برنامه غزنه اینسایدر باز از سر بگیریم. یک مدت بسیار طولانی که ما نبودیم نسبت مشکلات های که درگیر اون بودیم به خیر خلاص شد، سپری شد. انشالله رحمان به زودی غزنه اینسایدر باز برنامه خود خدمت شما تقدیم میکنه. دوستان عزیز، حالا خواستم یک ویدیوگای که خورده با شما داشته باشیم از فرزی نازنین کابل. خدا کنه که جور سرحال صحتمند باشین. دوستا برنامه ما رو بیننده باشین، لایک، شیر، سابسکرایب یادتان نره. انشالله برنامه ما ادامه داره و به زودترین فرصت بخیر برنامه خوبی و شما به نشر میسپاریم. خوش آرام و سرفراز باشین. برنامه ما ادامه داره، میریم به بند شاوروس، اونجا ما رو بیننده باشین. دوستان عزیز نازنین، با سلام مجدد. قسمی که قبلا براتون گفتیم که ما میریم به خیر به بند شاوروس. آمدیم به زیر بند شاوروس که در زیر توربین یا دروازه که عوض اخراج میشه آمدیم. آستا بخیر میریم اما تو بالا تصویرهای خود داشتیم با شما. برنامه ما رو لایک، شیر، سابسکرایب کنید یادتان نره. دوستان عزیز نازنین، انشالله رحمان که غزنه اینسایدر شما و در خدمت شماست. با یک چیز نگفتن اما دوستا از منطقه تان یگان کلیپای خرد کوتاه اگر با ما روان کنین که ما ادیت کنیم، با برنامه بسازیم، جور کنیم و شما دست نشو بسپاریم. خوش و موفق و سرفراز باشین دوستا، برنامه ما رو بیننده باشین. خب دوستان عزیز، آمدیم به قسمت نهایی بند. دوستان اینجا آمدن زیاد هستند. نام خدا امروز روز جمعه است، دوستان زیاد آمدن. افغانستان زیبایی بسیار زیاد داره. نگفتن همانه که ما بارها گفتیم که به همکاری های شما نیاز داریم. شما اگر میتونید در هر جای دنیایی که هستیم کلیپ های خرد ریزی با ما کلیپ بگیرین. اگر نامتان رو میخواستین بگوین، اگر نمیخواستین نگوین. ما اینجا میگیریم، مدد میکنیم، جور میکنیم در پالوش ویدیوهای زیبای از افغانستان ما، از زیبای افغانستان ما. اگر شما دولت های افغانستان هستین، افغانستان ما خدا هر قدمش وجبش زیبای خاص خود داره. شما برنامه کلیپ های بگیرین و ما روان کنین، ما جور میکنیم و شما نام خواد بردیم اگر خواست شما باشه. اگر نباشه ما زیبایی رو مندازیم، صرف نام میبریم که کدام ولایت ما به کجا چی قرار داره. اگر شما خواستین شما نامیم شاید ببریم که با غزنه اینسایدر همکار هستین. دوستان عزیز نازنین، شما کلیپ های زیبا و نازنین دیدنی های از این بند شما ببینین. همیشه با لایک، شیر، سابسکرایب شما ما نیاز داریم. خدا کنه که ما را زیاد نبرده باشین. با عرض معذرت بسیار زیاد ببخشید شما ما را که ما بسیار یک وقفه طولانی بسیار وقت از خدمت شما دور بدیم، مهمان خانه شما نبودیم. انشاءالله رحمان که باز کوشش میکنیم که با زودی برنامه ما دوامدار و مسلسل دوام داشته باشه. خدا حافظ ناصرتان، وقتتان خوش، زنده و سربلند و سرفراز باشید.